من هیچ وقت فکر نمی کردم زندگیم اینجوری بشه. یه روز از خواب بلند شدم و دیدم زندگیم داره به شکل عجیب و غریبی تغییر میکنه. وقتی 13 سالم بود ازدواج کردم. شوهرم از من 9 سال بزرگتر بود. راستشو بخوای اوایل رابطمون اصلا ازش خوشم نمی اومد. چون به اصرار خانوادم راضی شده بودم که باهاش ازدواج کنم. ولی یه مدت که گذشت بهش علاقه‌مند شدم. شوهرم آدم خوبی بود. از همون اولین هفته ازدواجمون خوابای عجیب و غریبی می دیدم. خواب دیدم تو خونمون یه مرد ترسناک و قد بلند اومده با لباس بلند مشکی، با یه مرد خوشچهره با لباس سفید که چهره نورانی داشت. اون مرد لباس مشکی به شدت منو اذیت میکرد و کتک میزد، ولی اون مرد لباس سفید از من دفاع میکرد. وقتی بیدار شدم زخمایی رو روی بدنم دیدم. اونقدر شدید بود که ازش خون میومد. نمیدونستم این خوابا یعنی چی، اما نتیجه و زخماشو روی بدنم میدیدم که واقعی بودن. اونقدر ترسیده بودم که جرئت نکردم به هیچ کس بگم. فقط خانواده من و شوهرم خبر داشتم. اونم مجبور شدم بهشون بگم. چون خانواده همون فکر میکردن اون کبودی و زخما کار شوهرمه. یعنی شوهرم منو کتک میزنه. 9 ماه که من و همسرم عقد بودیم این شکنجه ادامه داشت. خانوادم منو پیش یه دعانویس تو ماهدشت بردن. اون تو یه کاسه آبی دعا خوند و وقتی به آینه نگاه کردم دیدم جنی که منو اذیت میکرد و به زنجیر بسته. اون موقع بهم گفت باید چله بشینم. باید 40 روز تا صبح بیدار بمونم و قرآن بخونم. زیر بالشتم هم دعایی برام نوشت که گفت باید اونجا بذاری. منم یه مدت همینطور عمل میکردم. اما بعدش پدر شوهرم اجازه نداد که ادامه بدم. چون هیچ فایده‌ای که نداشتیش انگار اونا رو هم بیشتر عصبانی کرده بود. بعد از مراسم عروسی اون جنی که منو اذیت میکرد رفت. اما خیلی زود یه جن دیگه با 2 تا غول بیابونی که مثل بادیگارداش بودن اومدن سراغم و هر شب منو کتک میزدن. 5 سال با همین جنا جنگیدم. تا یکی از فامیلا بهم گفت باید بریم مشهد پیش یه دعانویس. تو مشهد دعانویس ازمون زعفرون و نبات و یه پارچه خواست. بعد از دعا گفت که جنا رو از بین برده. یه دعایی هم برام نوشت و داخل یه کیف مخصوص دعا گذاشت. اما همون شب جنا اومدن و منو به شدت کتک زدن و کیف دعا رو برداشتن. چند روز بعدش کیف خالی دعا رو انداخته بودن گردن دخترم. بعد از اون رفتیم پیش دعانویسای دیگه. تو قزوین، چالوس، تهران، حتی اطراف عراق. خرج کردیم. 15 میلیون اون موقع ما پول دادیم. اما هیچ فایده‌ای نداشت. حتی وقتی پیش روان پزشکم رفتین گفتن هیچ کاری نمیتونن بکنن. اون جنی که منو اذیت میکرد خیلی بزرگ و ترسناک بود. اون مثل آدم حرف میزد. این جنگ با جنا همه شبا ادامه داشت. اونا ازم میخواستن که از شوهرم جدا بشن. اول فقط شبا میدیدمشون، اما کم کم روزا هم میومدن. اون جنه بهم میگفت که منو خیلی دوست داره. بهم میگفت باید از شوهرم طلاق بگیرم. شبا که شوهرم میخوابید منو میبردم بالای سرش و میگفتن اگه از شوهرم جدا بشم اربابشون میشم و به هر چی که اراده کنم میرسم. ولی اگه جدا نشم این کتک خوردن تا آخر عمرم ادامه داره. اونا 2 تا راه پیش پام گذاشتن. یا از شوهرم جدا بشم یا با اونا برم. جنا منو به عروسی‌های خودشون میبردن. فضای عروسی‌هاشون خیلی تمیز بود. میوه‌های مختلفی بود. اون شبا هیچ صدای ساز و دهلی نمی اومد.
اما من همه چیزو میخوردم و بهم خوش میگذشت. ولی وقتی بحث کتک میشد اوضاع خیلی فرق میکرد. جایی که منو کتک میزدن یه محله قدیمی مثل ارگبن بود با اتاقای کوچیک و فضای مه‌آلود و کثیف. یه شب که 7 ماه باردار بودم جنا با من خیلی بد برخورد کردن. بارها تلاش کردن که بچه رو از شکمم بیرون بکشن. شوهرم همیشه بالای سرم می نشست تا جنا نتونن منو بزنن. ولی کاری از دستش بر نمی اومد. وقتی پیش مادر خودم می رفتم جنا سراغم نمی اومدن. ولی هر بار که می رفتم خونه شوهرم دوباره اذیتم می کردن. یه شب پدر شوهرم گفت با قمه بالای سرم میشینه تا جنا نیان منو اذیت کنن. نزدیکای صبح بعد از یه چرت کوچیک با فریاد من بیدار شد و دید بدنم زخمی و خونالود شده. 4 ماه بعد از این اتفاق با اساسیان به خونه پدر شوهرم رفتیم. اما دوباره جنا سراغم اومدن. بعد یه مدت یه زن خیلی زیبا با موهای طلایی وارد خونمون شد. این زن خیلی کم حرف میزد. دکور خونمون رو عوض کرد. روزا می اومد اما هیچ وقت تو آشپزخونه نمی رفت. شوهرم از این تغییرات توی خونه ناراحت شد و همه چیزو مثل قبل کرد. بعد از اون قضیه دیگه زن هیچ وقت نیومد. یه شب اون جن بهم گفت که همسرم تاوان کارشو میده و بعد از اون همسرم رفت زندان. من دیگه طاقت نداشتم. از شوهرم خواستم که طلاق بگیریم. چون دیگه نمیتونستم تحمل کنم. چند روز بعد تصمیم گرفتیم برای طلاق توافقی به دادگاه بریم. اما قبل از اون شوهرم منو پیش یه دعانویس برد. دعانویس بهش گفته بود اگه طلاق بگیرم جنا منو میبرن به دنیای خودشون و دیگه هیچ وقت بر نمیگردم. اون از ما 10 روز مهلت خواست تا جنا رو مهار کنه. تو این 10 روز کتکا شدیدتر شده بودن. زخمام بدتر شده بودن. اما بعد از طلاق جنا دیگه سراغم نمی اومدن. خوشحال بودن از اینکه طلاق گرفتم. ولی خودم هنوز دلتنگشون می شدم. اگه بخوام میتونستم دوباره اونا رو ببینم. اما دیگه نمی خواستم. آخر سر منو بستری کردن توی تیمارستان. چون متخصصا گفته بودن که مشکل روانی دارم. گفتم که توی خواب بدنمو زخمی میکنم. هیچ کس نمیدونه واقعا جنا وجود داشتن یا نه. ولی من مطمئنم که اونا واقعی بودن. بعد از طلاق خیلی تنها شدم. شوهرم بچه‌هامو ازم گرفت. دلم میخواد دوباره ببینمشون و دوباره منو کتک بزنن.